کنارم نشسته بود، زمزمه میکرد. دیدم صداش خوبه. گفتم حاج آقا یه دهم میخونی برامون؟ گفت باید حس بگیرم، اینجوری که نمیشه. آب معدنیمو دادم بهش و گفتم بیا، فکر کن میکروفونه. توجه جمعیتم بهش جلب شد. منتظر بودن حاجی بخونه. مشخصات آهنگو معرفی کرد و شروع کرد بخوندن. این شما، اینم یه کنسرت زنده تو مترو. با همکاری هنرمندان، شعر بیژن ترقی، آهنگ روح الله خالقی، اجرا 1335، زمان اجرا 6 دقیقه و 30 ثانیه، در مایه اصفهان. آهنگ روح الله خالقی، آواز در مایه دشتی، خواننده استاد غلام حسین بنان، نام آهنگ بهار دلنشین. بشنویم نوایی از استاد بنان در مایه اصفهان. تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کلبه ویرانم، چون نسیم زندگی آمد بیا آرام جان، چون نسیم از سوی گل. به افتخار همه بزرگترها و موسیقیدا لایک کن و نظرت هم کامنت کن. شمات حد چشته.